سلام دوستان، نام قدیم کرمان میخواستم تاریخچه‌اش رو براتون بگم. زمانی که آقا محمد خان قاجار به سختی کرمان رو که به حساب تصاحب کرده بوده، برای همین ناراحت که بوده در یک روز دستور داده بود 20,000 تن، یعنی فجیع ترین جنایت تاریخ انجام میده. 20,000 تا مرد و چشماشو از حدقه در میاره. بعد یک تپه بزرگی در میارن که موقعی که وارد میشه روی اون تپه میره. بعد تا یک مدتی میگفتن کورما. بعد نام قدیم کرمانم نامهای دیگری چون بوتیا، کجران، بم، کریمان، بعد کرمانیا، کارمانا و گواشیر داشته است. نام کرمان را در کتیبه های داریوش میتوان در آنجا نام ناحیه است که از آن چوب یاک یا چوب پاک برای کاخهای هخامنشی هم میشده است. ولی پیشینی حالا میخوام نام کرمانشاه رو براتون بگم. بر این اساس این باور وجود دارد که چون بهرام چهارم در سده سوم تا چهارم میلادی پادشاه شهر کرمان بود، پس از تأسیس کرمانشاه این شهر را با نام او میخوانند، کرمانشاه میخوانند. مثلا جریان کرمان و کرمانشاه مربوط بوده به این جریان.